الرحیم. به نام خداوند یگانه و مهربان. سلام و احترامات رو به شما تقدیم میکنم دوستای عزیز. امیدوار هستم که جور صحتمند در حال باشید. قسمت که میبینیم سال نو است، بهار نو است. برای همگیتان تبریک باشه. سال نو خوشی پیش رو داشته باشین. سال نو، عید نو برای همه‌تان تبریک باشه و با آهسته بخیر کار ما را شروع میکنیم. میخوایم که سال نو آماده بسازیم. عزیز با چیندن میوه های ما شروع میکنیم. قسمت که میبینین همه میوه های ما 250 گرم است. در سنجت ما زیادتر است و سنجت ما رو مقدار لازم میچینیم و استفاده کنیم. حالا نوبت قلیل ماست. قلیل ما رو میچینه خراباتی رو میبینه که مزه آسمانی ما رو خراب نکنه. خب دوست عزیز، همونطور که میبینید با ترتیب همه میوه های ما رو شیرده و انداخته میریم. برای امشب بسیم برای افنیه رو آماده میکنیم. بچیم دیدی بچیم مبارک، دیدی خوبی داشته باشه بچیم. چهارمغزای من کمی کلان است. بیاره میخوایم کمک خودش بسازیم چون قسمت میدونیم سالم است. داخل میوه ما رو اضافه میکنیم. خب
را می‌کنیم خاک نداشته باشه. استفاده نمیکنیم. یک دیگه کلانتر میگیریم. این دیگه میگیریم که داخلش خوب آماده شد. خب میگم داخل دیگه میکنیم تا آماده شد. بعدش مقدار لازم آب میندازیم. حال یک جای دیگه هم بالای اضافه میکنیم که همیشه و بسیار خوب آماده شد. زیاد غلیظ باشن یا آبگین زیاد. میبینیم ما بوره را میگرفتیم، مقدار لازم بوره استفاده میکنیم چون به خاطر شیرینی مزهش نکمی خوشمزه تر و شیرین تر بیه. خب تا قسمی که دیدین من بوره انداختم شیرین نشده، باز دوباره چند قاشق دیگه هم اضافه میکنم که خوبتر بهتر شیرین تر شده، خوشمزه تر شده. دیدین من اینقدر بوره اضافه نمودم به خاطر لذت خوشمزگیش که کاملا کفایت میکنه این مقدار بوره و حالا به خاطر خوشبویی و مزه بیشترش خیلی اگر شما وانیل خواستین هم میتونین، اگر که نخواستین هم میتونین اصلا استفاده نکنید. من چون خواستم که خوشمزه تر بیرون.
تا افغانی یک تخم جوشک برای یک تخم جنگی از بالای خود آماده بسازم. یک قدر شمال هم هست. آب نسبتا گرم استفاده میکنیم که تخمای ما نشکنه. وال چای سیاه اضافه میکنیم به خاطر رنگ تخمای ما تغییر بخوره. تخم مرغ ما یک رنگ متفاوت داشته باشه. این قسم که جوش آمد دوست عزیز باز 12 دقیقه میمانیم که خب جوش بخوره و پخته شد. دوست عزیز قسمی که میبینید 12 دقیقه مکمل شد. حالا میبریم تخم مرغ آب کش میکنیم. بله بچه تخم مرغ برای جوش میتون پخته کرده. یعنی هم تخم مرغ سال نو که تخم جنگی کنین سال جدید. خوب است. خوشحال است. قسمی که ببینید دوست عزیز اپنه هم ما 12 ساعتش تکمیل شد. حال میخوام که اپنه ما رو ببینیم که چه قسم آماده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تیره شده دیگه. یک کمک میخوایم که آب پرتیم که یک کمک آب بینتر شد بستم. خیلی عالی و مقبول خوشبو، چون خیلی انداخته بسیار خوشبو آمده. بسم الله گفتم میکشیم نظر فرما.
بله تو خوب جوش دادیم بچه یه سال رو کلگیتان تبریک باشه سال نهتون تبریک باشه یک عمرم مبارک سال نو ماشا اینیم تخم ما خب دوستای عزیز قسمی که میبینید بسته اعضای فامیل هستیم سال نو است سال نو تبریک باشه از بیمه را آماده ساختیم که دوستی جان بکنیم با اجازتون بگیم تا سال نو دیگر رو شاد باشی خوش بود دوستای عزیز بسیار شیرین بسیار خوب مزه‌دار اومدن بوره که انداختیم هم خیلی لذت زیاد ساخته همچنان هل بسیار دمازش خیلی تغییرات آمده بیا بچه مینیجه میشیم یک تشویق خاص خیلی خوب شد فیلم بردار بره همچنان یک تشویق خاص کنید دوستای عزیز دخترم است صنف 5 مکتب است و 11 ساله دختر است کارگردان و تخریب گردان فیلم است یک تشویق خاص بر دخترم خب دوستای هم از کامرامین کوچک ما که از مادر خود تصویر برداری میکنه و یا اعضای فامیل کوچک ماست که ماشاءالله زندگی میکنیم با هم خب حال نوبت تخم جنگیست بگیرین بچه تخم بیا رازیق مایی تو این تو خم نسیخی مقال بیا بسید این ما بردم برد وای تو خلاشت دیگه هر کس هست به شکی برنده شد مادر ما باختم ببین برد به شک دیگه سال نو بر همه تبریک خداحافظ تا ویدیوی دیگه